بار کشتم باز برگشتیم این دفعه کشته جسدت رو سوزانده به دریای گنگ میپرتایم دیگر آمده نمیتوانی من مردم از برای خدا من رو نه نرم رهایم کن زهرا ماما کسی از قفای ما بی اکا مکانی سخرا در همین جاست من این سخرات را پرانید چی گپ شد؟ سردار канони девона боз ба макони мо ҳамла кард. کنون رفتیم کارش رو تمام کنیم این رو بعدا میکشیم تو همین جای ایستی کنونی دیوونه اینجا بودن این کلتکل از رو چی فهم با کلتکل ستان سر را گرم کرده کلتکل از کجا شد؟ همینجا بود اکا رفته او رو دستگیر کنید رفته тоқи охири амборро аз назар нагузарондем. انی قانجاست دیگر کجا می رود؟ خطا نکنید با دقت باشید کجا شد؟ خواهد زنکا؟ به خدا زند رفته
کس را از دست ندهید. زیرا سردار کلتکل از کنید. خدا لعنت کند. سردار پلیس ها آمده. جمع شوید برویم. میگو رضا دستگیر کنید این سگها را. جمع شوید میرویم. از پسشان روید. دوید گفتم. رها کن مرا. دستت را گیر. سرد مرا. اکا این دختر از انبار یافتیم. ابله تو چی کار کرده شده ها؟ چی میزنی اکا؟ با طرف زن سلاح میبردارن مگر خانم میلیس بخشش میپرسم. احمد کجاست؟ با او چی کرده؟ احمد گفتی؟ احمد کیست؟ بچه احمد که او هست ها؟ ملیس تو به من دروغ گفتی ها؟ از پشت تو شده زیا را از دست دادند. جناب کنان خانم زهرا جناب کنان زیا را دیدید؟ زیا گفتید؟ کدام زیا؟ شما حاضر درباره خدا رحمتی زیا گفته ایستاده اید؟ زیا زنده است. چی میگوید؟ هیچ کس از جاش نجومد. دستو به بالا. نمیرید تامد. همین نمیرسید. تو از کجا بار آمدی چار چشمه؟ خانم ملیس، خانم زورو، کنانی دیوونه، نمکی به نمک، شرفی به شرف. لوین؟ بله منم. اما مردک شما دایدی چکار میکنید؟ الو ملیس. احمد خوب هستی؟ این کار ساخته از کجا پیدا شد؟ منم میدونم. خوبم ولی به سرم چه هایی که نه. از دستی آنها رها یافتی؟ رها یافتم. تو از کجا میدونی؟ تو را دستگیر کردن من دیدم. دیدی؟ خدایا چه خیلی؟ احمد اینها رو یک طرف مان. در کجایی؟ خوب هستی؟ به تشویش جایم امن است. به شرف ها تلفنم را گرفتن. از تکسفان زنگ زده ایستادم. حاضر به پلیس رفته شکایت میکنم. احمد به شعبه پلیس نرو. احمد تمام بعدم به تو زنگ میزنم. تو بزدی. خانم ملیس، خانم زورو، اینجا بسیار خطرناک است. بیاید من شما رو به خانه‌تان میبرم. ای دست این نمکی به نمکی کنعان دیوانه هر کار میاد. رفتیم. بیا. ملیس ما کی گفتیسم رفتیم. سیلات بجا کن نمیگ. اگر یک بار دیگر من در اینجا شما رو بینم بچه بچه برده چونان میزنم که یگان جای آباد تا نمیمانم. فهمیدی کنعانی به عقل. او این چی خیل ترسی گپ زنیست ها؟ او چی خیل گپ میزنن؟ او با اینها گپ زدن رو نمی آموزانن. ای خیالت ها برای رفتیم. بیا نسبت سقراط بیشرف شکایت کنم از او خلاص شوم. اصلا نسبت کلتکیلاس شکایت کردن در کل لیک او مرده است. مرده بلا را به سر من گذاشته رفته است. سلام جناب پلیس. علیکم سلام. یک شکایت داشتم. بگویید. میلیس تو در آن انبار چیکار داشتی؟ بگو. ای بابا جان چند بار به شما گویم برای واخوری با احمد رفته بودم. راه هم رو گم کردم. صدای سیلاه رو شنیده در حال به پلیس زنگ زده بودم. دروغ میگوید بابا. با احمد نیو بازی ها میخورده است. اما سقراط زیا را از دست داد. اهمیت نده ملیس جان. از رشک زیاد این خیل میکنم. البته که تو جوانی زیبا رو یافته ای. از حسد دیلش تپ زده ایستاده است. این باشد حالو هم از پشت شوهر مرده اش است. خاموش کلین. خاموش. دمت را گیر. ملیس آخرین بار میپرسم در آن انبار چی کار میکردی؟ بابا جان کافی است اکنون. من بسیار خسته شدم. از زهرا و گپ‌های دروغی گفته او خسته شدم. خواب دارم. من خواب میکنم. شب بخیر. خوابای شیرین. خوابای این دیست که عزیزم گریز. حتما زیا رو میابم. باورم نمی آیده. حالو هم زیا میگوید. زیا گفتی؟ بله.
акай унал ҳам омад ҳама дигар мешавад. вазиё гуфт язна зуҳро сардорам мебахшед ака унал шумо дар инҷо чикор мекунед? хоҳиш мекунам зудтар иҷа равед ки ҳамин бобо акнам снайперша мегирад тарафи ягон тир холи мекунад ягон воқеада гирифтор мешад. اونالро من دعوت کردم. چی گفتید؟ خوش آمدی اونال. خوش باشید جناب اکرم. مرحبا چی؟ تشکر زیاد. بخدا شما اشتی کرده مبارک شود. اکرم در خوش آمدی خانه بابا اکرم خانه خسرت خوش آمدی. مانده نباشید. تشکر زیاد. شکایتمون رو کردیم. آماده شدم. تمام. تنها مهر دستم رو باید تازه کنم. اونال مسئله کالتا کلاس چی شد؟ تو هم بعضن او رو هر جا میبینی میگویند. به فکرت احتمال است که کالتا کلاس زنده است. جناب اکرم شوخی کرده ایستادید. کالتا کلاس مرد. از این 1 سال گذشت. این رو شما هم خوب میدانید. این گپ رو تو گفته ایستاده ای؟ البته من. یعنی این خیلی نمیشود. شما فکر میکنید که او زنده است؟ جناب اکرم من یک دکتر خوب رو میشناسم. باید با او واخوره. یزنا جان لطفاً زیو رو از دست زهرا نجات دهید لطفاً. زهرا از برای خدا این خیل نکن. این خیل نگو. کالتا کلاس مرد دخترم. سقراط او رو چه خیل دستگیر میکنن؟ یزنا نمرده زنده است. میلیس او رو از ما پنهان کرده است. زهرا جان جانم بین پیشتر با بابایت هم گفتم یک دختری خوب رو میشناسم. نزدش رو حتی با بابایت یک جای روید. چه خیل دختری یزنا؟ پسیخولوگ. اونا رو سوز میکنیم. گناهی من این است که مثل تو برین رو بنزدم جیغ زده صحبت کردم. زود از خانه برا. جناب اکرم من زاری خانه شما نیستم. مرا شما جیغ زدید. من اومدم خوب میروم اما حتما نزد دختری که گفتم روید. بینید من نجات یافتم خوب شدم و از این خیالات بافته کالتا کلاس خلاص شدم. الان گپ میزنند. زود از خانه رو. زود باش. تمام گرفته برین رو. اکرم التماس بیا اینجا بریم سرمون در بالون نمونیم. فکر خودتون نکنید فکر منم کنید ما از اینکه تو داره الان گپ زده ایستادن. دف شوید روید. از خانه هم زود روید. خوب شوید. عصبی نشوید. بابا جان تمام. بابا جان آروم باشه جان من لطفاً بیایید. جانکی من تمام رفتن خوب هستید؟ آکا رسم زیبا داشته چرا اون رو تازه کنید؟ چه زیبا. یک مهری عادی است. تازه کنید رود. تمام. پس برای چی کشیدی اکا؟ از کجا میدونم؟ میدونستم میکشیدم مگه. با جایش چه خیلی رسم کشم اکا؟ شیر، پلنگ، روباه، مرغ. تو چه ها میگویم برادر؟ با آبرو و وضعیت ما این خیلی چیزها نمیزیبد. اکا شما چیکاره هستید؟ استاد دین و اخلاق هستم. این خیلی باشه چرا رسم کشیدید؟ گناه نیست مگر؟ برادر این برای من گناه است و برای تو نه؟ باز از این کار پول کار میکنی. گپ رو کم کن و تازه کن. تمام. مایلش اکا. خیریتی. از این مهر هم خلاص شدم. این زاغ سیاه دامرازیا بخیر است. از همه بعد کالتا کلاسش بود. با اون دیوار چه خیلی میستی کالتا کلاس برامدم ها؟ از راستی کالتا کلاس هم؟ نه من استادم. آشخونه چه هم مرا کالتا کلاس گفته داد زد. به خدا کمی هوش بر سرم داشتم آن رو هم از سرم گرفتم. والله گرفتن بالله گرفتن. یا خدایا من چیکار کنم من؟ انشالله دستگیر نکردن احمد رو. این روز چه روز بودن؟ احمد برای چی نامزدی من رو آغوش کرده ای؟ کدام نامزده؟ شما کی هستید؟
کردی پس یگان چیزی مهم است از اون آدمی که شما سپارش دادید ما معلومات پیدا کردیم. نه؟ چی بود است؟ بالای جان مردم شاگردی زها سقراط از پسی او بوده است. سقراط؟ بله. سقراط شما کی هستید؟ این خیلی نکن برادر. گویو نمیشناسی؟ یک بار به خونه اومدیم. در چند بیخبر اومدیم. زفر نکند که ما رو با جای نادرستی آورده باشی. نه عزیزم، این از قشلاق همون است. احمد است. کمی شوخی کرده ایستاده است. خیلی شوخی ها؟ از کدام قشلاق هم؟ نمیدونم از کدام قشلاق هم؟ دیدی عزیزم، از کدام قشلاق بودنش رو از ما میپرسن. با تو نگفته بودم که شوخی میکنن. چه خیلی شوخی برادر، چه خیلی شوخی میکنم. شما با این خانه چه خیلی در آمدید؟ با کلید؟ چی؟ با کلید؟ البته با کلید. با چی میشو دیگه؟ و تو چی شده؟ خوب هستی؟ احمد چرا چونی نگاه داری؟ و خودت به من کلید دادی گفتی که کی خواهی بیو؟ من دادم کلید رو؟ دوست باشدی شاید هم قشلاقی هم باشد. شاید حافظه‌ام رو از دست داده این خونکرو را در یاد ندارم. همشهری تو خوب هستی؟ تو منو نشناختی؟ یک جای کلان شدیم آخیر؟ بچه گمش کن. نه. چی نه؟ البته که نصف شب به خانه در آمدم، حیران شدم شما رو دیده، هوشم پریشان شد. از برای خدا ببخشید، مرا معذرت میخواهم. خیر خوش آمدید نمیگویی؟ خوش آمدید. در نزد ینگت مرا شرمنده کردی. ینگه بخشش میپرسم، از راستی من حیران شدم، در نصف شب شما را دیدم پریشان شدم. هیچ گپ نی، همش خوب است. استغفرالله. آدمی که سقراط از دست داده است با کلتکیلس چه رابطه‌ای دارد؟ سقراط هم از پسی کلتکیلس بوده است. خیر. اویله گلسون او رو به من ندادن، من او رو دوزیدم. گلسون؟ نصیب باشد میگیرمش. از قشلاقی بالا دوزیدم. یک لحظه من نفهمیدم، تو گلسوم رو چه خیلی دزدیدم؟ اکه هایش از پسم بودن، در قشلاق مونده نتوانستیم، به اینجا آمدیم. خدا زده، اکه هایش به اینجا آیند چیکار میکنی؟ نترس، نمی آیند. تا اونها آمده میرسند که ما رفته به قشلاقمون میرسیم. مجبورند که تکلیف ما را قبول کنند. خیر، پگاه سحر باز با پرگی میفهمونم. ما رفته خواب رویم. رفتیم جو. شب بخیر. شب بخیر. امشب در جای خوابی تو ما خواب میکنیم. نادرست نفهمی ها؟ تو نیکو نکنیم به خدا که نمیرسیم. چرا نادرست میفهمم؟ وقتی که آمدم یک جای خواب بود. نه اما تو ما رو نادرست فهمیدی. در بینمون بالیش بود کو؟ به من چی که بالیش بود نبود. ما رو یک سوگذار تو میجگان رو چیکار کردی؟ میجگان؟ تو از کجا میدونی میجگان رو؟ چه خیلی از کجا میدونم؟ همگیری هم میکردی. میجگان گفته. چیکار کردی؟ نفهمی شد؟ خیر، اینها رو پگاه گپ میزنیم. شب بخیر. خوابی خوش به تو. خدای توبه، خدای توبه. اینها درست میگویند. هم قشلاقی هایم هستن چی؟ اما چه خیر، هم قشلاقی داشتن باز. کلتکیلس نبودم، این آدم ها ما را میشناختند. گم شود کلتکیلس، خدای توبه. ولی من چه خیلی به بالای اون دیوار برآمدم ها؟ نه، برای ما دیوار برآمدن کلتکیلس بودن لازم. احمد شمشک هم میتواند. احمد شمشک هم یک لحظه ایست برادر. اگر دیوار رو من برآمده باشم، از اون درخت خودکک چه خیلی افتادم اوف، خدایا هیچ چیز رو نمیفهمم. اکاونال به عقل خودک فروش گفت که خودک دو ساسیسکا داره. یک ساسیسکا ایبانش دو تا کرده است. لوین، اون آدمی که از سقراط گریخته است دستگیر کردیم؟ نه سردار، ما او را نیافتیم، او ما را یافت. از دست سقراط نجا یافته، در به امنیت رفته شکایت کرد. نه البته استاد دین و اخلاق بوده است، احمد شمشک. من باید به مکتب رفته با خروج گذارونم. پسرم سقراط با استاد دین و اخلاق چی کار داره؟
با خدا من هم حیرانم سردار. امروز با خدا همش را میفهمم. ما رو هم خبر کن. دویم سازیسکا شا یافتم. کدام سازیسکا؟ دویم سازیسکای گمشیدگی را. روی دیوانه تو؟ همین سازیسکای توجکی هم با مذهبت است نه؟ البته. ای خدا جان کاش که او را دستگیر نکرده باشند. لبای خشوچه؟ وای من وای رو دیدن میخواستم. این کی است عشقم؟ اگر به نزد احمد آمده باشید حالا اینجا نیست. به خانه نامده بود؟ نه دیشب آمده بود اما صبح بر وقت برآمد. آمده بوده است. شما با او کی میشوید؟ ما نزدیکانش؟ شما چی؟ وای من رفیقش هستم. تشویش شده بودم. رفیقش؟ بله تلفنم رو جواب نمیدهد. به کجا رفته است نمیدونید؟ نه نمیدونم شاید به مکتب رفته باشه. به مکتب؟ واه چی خیلی به مکتب؟ یعنی وای به کدوم مکتب رفته باشد؟ بابا جون حالا هم به من باور نمیکنید؟ این گپا را یک سو گذار. بین دوگانه نزدیکت انشالله نامزدی دارد. او را نباید تنها گذاری ها؟ رو خودت را آماده کن. رو دخترم. تمام. میلش. جانی من بابا. جانکم. جانی من. نبیره جانم. من به حجره میروم. میلش. اگر کالتکیلا زنده باشد تو از این خبردار نشده او کشته می شود. دیگر تو را اصلا ناراحت نمی کند. اصلا. به نزد احمد شمشک آمدم. تشکر میلش. دیگر این خیل نمی شود. باید به او بگویم که کلت کلاس است. سرش در بلا است. باید بداند. من گفته بودم بچه ها دختری همه که استاد احمد آمد. بله درست اینجا چیکار؟ سلام علیکم دخترک. سلام. سلام. ما شما را در کلوب شبانه در نزد استاد احمد دیده بودیم. ایست تخمین کنم به نزد استاد احمد آمده همه خیل نه؟ احمد در حقیقت استاد شما است. بله بله احمد شمشک رو میگویم من. البته جانم در این مکتب ما یک استاد احمد است. اون هم باشد استاد دین و اخلاق احمد شمشک. استاد دین گفتید؟ در رسیده مکان این همون مکتب است که رفیق زفر در همینجا استاد است. شما با کجا میروید؟ ایستید با کجا میروید؟ بله رفیق کجا تمالانی شده؟ چیزا شنود میآید. تشکر زیاد. ای کودک ها احمد شمشک در کجا است میدانید؟ شما کی هستید؟ چرا او رو جستجو دارید؟ تو خودت کی هستی؟ یک لحظه ایستید. خیلی گپ است. آدمی که شما میکوبید این دختری امکش است. دختری امک؟ یگان مشکلی باشد حل میکنیم. یگان گپ نیست. اینجا بیا. احمد مرا سر دید. گفتم تو سر دید. مرا با کجا میبره؟ آنها را دیگه دو. با پولیس هم سر دو. در خبر ماشین را نویسته گیر. کودک شو بسیار دراز است. سرخی بعد. دام اینش خیل است؟ اولی جناب. نه نمیزیبد. این بسیاری برگ لیچ است. یعنی البته زیبا است و
یعنی که پس و پیشش بسیار لیچه یک باران میشه شمال میشه خونوکیت میزنه بعد مجبوریم که بعد بریم و دورو بخریم خودت میدونی که اویلی که ما کمال یعنی که عزیز دلم خفه نشه ما رفته این کرتا رو بدل کن یا کرتای دیگر ببر کن خیلی نگاه نکن طرف من این رو پوشم یه دفع کیشم سلین یا کرتای اطلسی توجیکی پوش لوین بسیاری بد گپ زدی به خودو اپا جون گپی را گوش نکردم و کرتای اطلسی توجیکی یک دفعه پوشه تمام نکن معقولم نیستم خیلی کرتای میپوشم خانم زنو ما را گوش کرد من به شما گپ دارم آدمی که سخرات از دست داد ما او را یفته زیو رو پیدا کرده؟ زیو گفته نه جونم چه علاقه دارد زیو نه زیو مور بر وقت مور زیو را اگر بخواید به سر قول زیو را و من به شما دیگه چی را گفتنی هستم خانم زنو سخرات به اخلاق استاد دین و اخلاق را دست کرده بوده است و استاد آمده شکایت کرده و هم رقم هایش آماده است که من به او باید واخورم استاد دین و اخلاق گفتی همین خیر؟ بله من هم ایران شدم به خدا نصیب باشد در تیم نوسره دگانه عروس شما بشید پسرم چی شد؟ در کجا بودید؟ بسیار حادثه ناخوش رخ داد. چی شد؟ استاد آدمانی سلاحدار دختری امکی شما رو بردن دختری امکم؟ کی هست تو؟ استاد دختری که با او در کلب شبانه بودید. کی برد میلیس؟ جناب احمد من به پلیس خبر دادم با این رقم زنگ زدیم نامش کمیسر لیونت است تلفن کرده رقمش رو داد که با او زنگ زدیم شد استاد رحمت نتوانید بردار میگویم چی صدایی بردار میگویم الو میلیس خوب هستی؟ احمد تو خوب هستی؟ چی را بمانده؟ خواهری ما رو زفری به شرف دزدیده آورد آنها را در کجا پنهان کرده ای؟ دروغ نگو همش رو میدانیم زفری بیناموز خواهری ما رو دزدیده به استانبول آورده است همه دیه این رو میداند دختر را رها کنید او علاقه ای ندارد رها میکنیم خواهرم را گرفته پس رها میکنیم زود سراغه و مکان خواهرم رو بیده وگرنه دختری امکت رو میکشیم وقتی زیاد نداری زودتر باش شد سراغه را با پیامک میفرستانم به دختر دست نرسانید منتظرم ای خاله جان سوزی نغزی خوبم پسرم ولی تو رفیقی نزدیک استاد احمد زفر نیستی مگر؟ وقتای زیاد بود که نمی نمودی بخیر است کدام شمال ها آورد به اینجا؟ ای خاله جان نپور سرم در بلا است من خانه دور شدم با همسرم یک جای آمدیم یگان مولای نمی اوید که مای نکاح کند به نکاح وی کار نمی شود آخیر کدام کار نمی شود عجبا؟ وای خاله جان میفهمید آخیر اون کار نمی شود تمام من حاضر رفته ایمان را گرفته می آیم این کار حل می شود انشاءالله شد خدا از شما راضی باشه گلسوم بابا جان میلیس در خانه است؟ نه نیست دخترم در خانه نیست مگر؟ نیست به نزد زیو رفته است دختری من با شوهری ساخته تو چیکار دارده؟ به سر قبرش رفته است مگر؟ در نزدش است ای دختر جانی من در نزدیک دوست داشته قهرمانش است با این بچه هیچی ناشدن نتوانستیم دعوتش میکردم اما تلفنش خاموش بود اما پروا نکنید من با خوری تشکیل میکنم با قهرمانی حقیقی عائله‌مان شناس خواهید شد
میلیس کجاست؟ در جیب دادیست. رو کاری نکرده. خواهرمون رو بده، دختر امکت رو بگیر. کنیگابزان خواهرم در کجاست؟ خواهرتان در داخل است. توبه کردم خدای افت رو ببین. خواهرتان اینجاست. بلسون ای طرف بیا. کسی که خواهری مرا میدزدد جانش رو میگیرم. آرام ایستا. آنا با شما. گیرید آنها را. گیرید جناب پلیس. رفتیم به شعبه بیانات رو گیرم. سلامت باشی برادر. تو بازدید. ای دختر رو احتیاط کن. کدام دختر؟ دستانم رو پوشو. احمد، هنگامی که تو رو بردن ترسیدم که دیگر تو رو نمیبینم. دیگر فکر این گپ‌ها رو نکن. گذشته. خوب هستی؟ تو چرا به امنیت رفتی؟ اگر تو رو دستگیر میکردن چی؟ نه جانم، رفته از روی آن سقراط بیشرف شکایت کردم. چرا من رو دستگیر میکردن؟ تمام. بیا به داخل درایم. کمی استراحت کن، آرام شو. خوب هستی؟ چرا اینقدر سراسیمه هستید نمیفهمم. بعد از نماز هم این نکاح را بستن ممکن است. نه دوملا، این کار را هرچی زودتر باید حل کنیم. وضعیت دیگر خیلی کاری خیر است دوملا، کاری خیر. میدونم این کاری خیر است. چی سراسیمه اید؟ بعد از نماز هم میشود نکاح کردن. احمد جانم چی شد؟ بسیار تشویش شدم. خوب هستی؟ من خوبم، مشکلی نیست. به همه بگو که تشویش نشوند. میلش؟ شکر خدا. تمام. درس رو نگذاشتیم، اما شما خوب باشه دیگرش مهم نیست. وای احمد، تو در حقیقت استاد هستی؟ چی خیلی یعنی؟ البته استادم. استادی را ساخته می شود. ای نه یعنی تو نمیتوانی استاد شوی. چرا؟ چی خیلی نمیتوانم؟ استاد هستم کن. وای استاد میبودی به من میگفتی؟ تو نپرسیدی؟ نه غیر امکان است، نمیتوانی. یا خدایا چی خیلی نمیتوانستم. من استادم، 12 سال شد استادم. چی؟ قهوه را بیارم. 12 سال؟ این آدم رو تنها حافظه‌اش از دست نرفته است. خودش رو دیگر آدم فکر میکند. طلبه ها هم او رو استاد گفتن. این 12 سال میگوید. نه نمیشود. من این رو کلتا کلاس بودنش رو باید گویم. سرش در بلاست. احمد، به تو باید یک چیزی مهم رو بگویم. البته گوش میکنم. میخواهی که تو رو دوست میدارم بگوید؟ نه برادر، اون مرا نگاه نمیکند. گپ دیگری دارد. تو رو چرا دزدیدن؟ نپرس. مرا با کلتا کلاس گفتنی شخص مانند میکنند. چه خیلی مانند میکنند؟ چی میدونم، نفهمیدم. میگویم که بسیار به او مانند است. مرا مسخره دارد یا در حقیقت کسی دیگری است که مانند کلتا کلاس است؟ این خیل شدنش غیر امکان است. فراموش کردم. با یک کس باید زنگ میزدم.
الو الو جناب لیوند سلام من احمد شمشک از مکتب استاد دین و اخلاق هستم همون معلمه امروز مرا پرسیدید به فکرم سلام علیکم جناب احمد من لوینت هستم کمیسر امنیت اولا من از نام خودم و از نام پدر و مادرم شما رو برای از دست سقراط بیشرف خلاص شدنتون تبریک میکنم شما آن جنایتکار دزد پدر لعنت رو دستگیر کردید؟ حضیرش دانه اما شما رو ما مثل لقمه استفاده میبریم سقراط از پس شما میشود و ما او رو دستگیر میکنیم با شما واخوردن هم لازم کنی ببین کی زنو میزند حاضر نمیشود کمی کار دارم ولی ساعتهای 3-4 میتوانم واخورم میشود یکم پرابلم نیست بینم بیگو من با سیلت مرکه نامزدی دارم مگر وقتی همین است بعدی مرکه ما میخوردی ای سر دارم سقراط برای چی از پس یک معلم دین نگشته است من او را باید دانم کار برای لوین اولین درجه است کار رو با احساساتم آمیخته نمیکنم تو در حقیقت دیوانه بودی هم مردک تغم دیوانه شد سلام دخترم رفیقی استاد احمد نقم اینجا باشم این همون امامی که من زیر کردم همون نیست؟ این دختر را در کجای من دیدم اما یا خدایا و یادم نمیآید در کجا دیده باشم در داخل است باید هرچی زودتر آنها را نکاح کنیم تجلی میرس خانم کی آمد؟ امامی که زامبی گفته داد میزند نیست مگر؟ بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان برادر این خیر امکان است دامولا چیزی که من ببینم تو هم دیده ایستاده ای؟ دیده ایستادم دیده ایستاده یا زامبی این نکاح نمیشود این زامبی است من این را نکاح نمیکنم این زامبی است دخترم آیله دار نشم من نزدیک نشم تو زامبی هستی و من نزدیک نشم گمشم برویم زامبی خدایا калтакилас шояд аз дасти сухрот наҷот ёфта бошӣ аммо аз дасти ман наҷот намеёбӣ алло боварӣ доред ӯ аст این رو بین روی چیز میریس یک چیز رو پرسیدن میخوام برای مرا با عائلت شناس کردن حاضر نیست حاضر نیستم اما تو به این هم از عائله ما هستی کن یعنی چی خیلی؟ با شاگردانت گفته ای که دختری عمکم است چی کار کنن؟ گفتن که استاد دین با این دختر زیبا در کوه بیشبانه چی کار میکنن؟ من باشم یعنی دروغ گفته نتوانستم مجبور شدم که چنین گویم تمام وای احمد من میخواهم که با تو به اسب سواری روم پدرم مرا در خوردیم با آنجا بسیار میبرد عجب با من یک جای میرویم همراهی میکنی البته میرم وای یعنی من سر و لباسم رو عوض کردم میایم بعداً با هم میرویم قهوه‌ات رو نوش من حاضر گشته میایم مایلش
Saçlarını tarayıp gerdanını okşayıp ninniler söyleyip dizlerimde uyutsam seni. Sevgilim, kadere aldanmayıp kağıt olup kalem olup mutlulukla bir son bulup en sonuma yazsam seni. Hiçbir şeye değişmem aşkla bakan gözlerini, en son anında bile söylemeliyim sevdiğimi. Hiçbir şeye değişmem senle geçen günlerimi, en son anında bile tutmalıyım ellerini. Sevgilim, saçlarını tarayıp gerdanını okşayıp ninniler söyleyip dizlerimde uyutsam seni. Sevgilim, kadere aldanmayıp kağıt olup kalem olup mutlulukla bir son bulup en sonuma yazsam seni. Hiçbir şeye değişmem aşkla bakan gözlerini, en son anında bile söylemeliyim sevdiğimi. Hiçbir şeye değişmem senle geçen günlerimi, en son anında bile tutmalıyım ellerini. Hiçbir şeye değişmem aşkla bakan gözlerini, ninniler برای با من آمدنت minnetdor هستم. dizlerimde uyusam seni. Hiçbir şeye değişmem senle geçen günlerimi, en son anında bile رفتیم. tutmalıyım ellerini. دریافت لذت دلخواه نه همیشه با آسانی دست می‌دهد. این مزه و طعم خوب حتما چیزی را در قیافه و ذهنتان عوض می‌کند و شما نمی‌توانید که این احساس گوارا را پنهان کنید. از چای مرل حلاوت بر. یک طرف است حیوان. این چه خیلی گبزنی هستا؟ خودت کی هستی؟ اما که خودت رو حرمت کن.
پسرم از پشتی این کلتک لاسی حرام شده تو را با دستان خودم به خاک سپاریدم. اگر او زنده باشد با دستان خودم او را زیر خاک میکنم. Суқротам аз паси картакилас будааст. Яъне картакилас зинда аст, ҷаноби акбар. ин суратҳоро пештар дар макони аспсаворӣ гирифтам. ҳамроҳаш як духтар буд. متاسفانه او را گم کردم. اگر او را پیدا کنم باید چیکار کنم آقای اکرم؟ مرا خبردار کن. میلش. ملیس جان تو خواهی نخواهی امروز من با داماد شونده‌ام وا میخورم. مادر اینجا چیکار میکنید؟ ملیس شیرینم وای خواستم که وای چقدر زیبا مینموی دخترم. تشکر زیاد. خیر. این کی باشد؟ لبای روز بخیر جنابی احمد. من تولین مادر ملیس. سلام خانم، خوب هستید؟ رحمت من خوبم. یکی از نزدیکانم نامزدی دارد. خواستم شما اشتراک کنید. با دوست پسری دخترم شناس شدن میخواهم. من البته خانم، من هم با شما شناس شدن میخواهم. میآیم. روز بخیر. همه تان رو به حیرت میارم. دامادم رو بینید، دامادم رو. یا خدا کارا ببین ازش. نهایت این بگاه با خوش دامنم وا میخوریم. خوبم خوش رویم شناس میشویم. بالیوند بود کی بود واخوری داشتم اما نبودش. بعد وا میخوریم. یا چه گپ است؟ اکا یک خبری گوش دارم. مقالی سقراط رو پیدا کردم. الراستی؟ نقص. انشالله خبر درست است. اگر این بار سقراط را پرانده نتوانم هر دوی شما را بپرانم. رفتم. اکا کانون اگر سمت که داکیسد اشتاک دارم چون الو، من به مکانی گفته‌تان آمدم. ها این خیلی باشه اگه پرابلم آنست درمو سری کوچه سری دستکی یک صحبت میکنه میری. چون که من این دیگه 100% نامزدی دارم. برای من فرقی ندارد. اگر کار داشته باشه دیگه وقتی دیگر هم میتوانیم واخوریم. نه حاضر ما میخوریم. تا اومدن رسیدن طریق تلفن قطعا کمتر صحبت کنم. این سقراط بدبخت از شما معلوم میدین چی میخواسته باشه؟ امیر میدونی؟ با خدا من هم نفهمیدم. از من چی میخواسته باشد نفهمیدم.
شما در گذشته با همین سقراط بدبخت داد و گریفت داشتید یا نه؟ تماما، چون که پیشتر یگان بار وان نخورده ایم، نمیشناسم او را. یا خدایا، این خلقی باشه سقراط بدبخت برای چی شما رو دستگیر میکنه؟ یگان معنا ندارد کو؟ من هم همین رو میگویم، از من چی میخواهد نفهمیدم. کارتکیل است. بله، کارتکیل است. کارتکیل است. یک آدم به طرف من سلاح کشید. کارتکیل است، دوستان نگوره. چرا خاموش کردی؟ چه خیلی پلیس هستی تو؟ باید یاری دیهی، نه اینکه تلفن را خاموش کنی. این آدم مرا میپراند. استوب! استوب! من پلیس لده. اگر باور نکنید این حجت پلیسی گوش که قفه بو ماشین سر فقط تیز های کن. یکی تمرنگ همون بلی شرپار بودن های کن. انشالله این دیوانه دیر نمیکنه. کی اکا؟ لیونتی دیوانه آخیه. سقراطی بیشرف در استانبول در همه جا آدم بود. چند بار گفتم کالتکیل است، نیستم باور نکرد. یا خدا، وای پلیسش به جای یاری رساندن تلفن رو خاموش. ای خدای، همون سردانم راست میگفت است. این کالتکیل است، زنده است نمرده است. این چی خیلی میشود؟ ای اونالی بیچاره. برای چی ما باید باور نمیکردیم؟ ای پشت همین کالتکیل است، اونال زنش سردار. ای جای کارشان پیشش کردن برادر. ما باشیم اونالی بیچاره رو باور نکردیم. با وجدان انسانی شما پروا نکنید سردارم. من این کالتکیل است رو دستگیر میکنم و آبرو شما رو دوباره در امنیت برقرار میکنم. مرا لوینت میگن. گاز زیر کن ولی شرپر. ثواب بزرگ میگیری. از آن حادثه یگان خبر است؟ کدام حادثه بابا جان؟ آن روز سقراط گفتنی آدم وقتی که یک نفر را کشتنی بود پلیس را خبر دادی نجاتش داده بودن کو؟ چی شد با آن آدم؟ یگان خبر است؟ وای من او رو نمیشناسم بابا جان. مهم نیست، تشویش شدم برای همین پرسیدم. من رفته سیلن رو ببینم. رو البته رو. دقت به همه گروه ها تکرار میکنم. ژیگولی رنگش سرخ به طرف ساحل حرکت میکنه. در سر چنبرک باشد کالتکیل است نشسته است. ما او را تعقیب میکنیم برای کمک ما یک چند ماشین دیگر را بفرستید هرچی زودتر. هم مردک تیزتر ایکون گازه بجا. اوه سردارم، من اون را باور نکردم. بیچاره رو با نزد دکتر دیوانه ها بردم. کالتکیل است بیشرفه. دقت باشد و ماشین را خوب میراند. از کالتکیل است دور نشوید. با دقت باشد. با دقت باش برادر، از او دور نشوید. کجا شدین گروه فرستادگی؟ از پشت کالتکیل است بابی اکرم از اون رو گردان میدونه میره برادر. با فکر اکرم من نمیشناسم ولی کار تمام شد بعد خودت صحبت میکنم. سلین دخترم ای آدم کجا شد؟ میآید مادر جان میآید. او در جای کار است. گوش کن دخترم، ما ایتله برای تو آمده. اگر ما میفهمیدیم چونین است تمام هم نمی آمده. مادر جان بس است. ای دیوانه، در کجا هستی؟ همه تو رو انتظار است. سردارم شما راست میگویید. کالتکیل است زنده است. بیسرم تو به فاتحه دیر مونده. بی عقل دیوانه. پروا نکنید شما سردارم.
من این کارتکلاس بیشرف رو دستگیر میکنم. چی؟ کار ناتمام شما رو من تمام میکنم. آبرویتون رو از سر اینا برقرار میکنم. چی ها میگوی دیوانه؟ کدام کارتکلاس؟ این سردارم کارتکلاس نمورده است، زنده است. اون الوجدان انسانی بعد چشمم دیدم که کارتکلاس زنده است. یا ژیگولی سرخ خریده پاد پیش ما رفته است. صفتتر نگو بی عقلی دیوانه، بجاشنا دیر کردی. بفاتحت دیر کردی، بفاتحت. همه منتظر تو هستند. تو از پشت یک خیال بافته میدوی. دیوانه هستی پسرم؟ بین پدر و مادر سیدن از جشن رفته ایستادند. این را بدان. شما پروا نکنید، من بیشرف رو دستگیر کرده جنایت‌های کردنشو از بینیش میبرونم. التباس ما رو ببخش سردارم، من شما رو دیوانه فکر میکردم. الو لیون، بعد زنگ میزنم. لیون وای در راه است، آماده ایستاده جانم، در راه است. از پشت این بیشرف من سردارم رو دیوانه فکر میکردم. چند بار رو به دیوانه خونه بردم. وای دیوانه نیست، ما دیوانه هستیم. آفرین، پلیس آمد. حاضر از این دیوانه خلاص بید. میرشتی برو. چی گپ است؟ همه آدم های سقراط بودن. سود همه با مششینه تعقیب را ادامه میده. غضب وجود سرکنک سرشی همون را دریا که بکن پاس همون ندم. این دو نفر رو اینجا نگاه دارید. مشکل برادر بربابر همون برام من در ماشین سوار میشم خدمت جواب. سلنگ شرمندگی است. چرا تا حال داماد نیامده است؟ تمام مادر تمام. یا خدایا. آه لیوینت آه. سلنگ آروم باش. جنابی احمد سلام، چخیل هستید؟ انتظار شدیم ناومدید؟ در راه بودم، یک کاری تجلیلی برآمد، دیر کردم ولی میآیم. تمام، بسیار خوب. با میلیس منتظریم. خوب. نامزدی به این هم بر هم میخورند، ولی من باشم با داماد شونده هم با میخورم. میلیس بسیار در هیجان هستم. چی شد مادر؟ سورپریز. کمی بعد خواهی دید. چی نقشه دارد؟ پدر جان شما با کجا میروید؟ نامزدی تمام. به دوزخ میروم. باز از من میپرسد.
چهار طرفتون قبله حاضر می آیم. نجم از سبب بالا از جایت نجم سخران اگر از جایت جون بدی 10 ثانیه پیش از عجلت میمونی بچه قفا بیست که پا نمیفهمی؟ وقتی گرفتن انتقام دامالا زیار رسید کدام انتقام رو میگویی کنان دیوانه؟ آدمی که زنده است از من انتقامی او رو میگیری؟ تو چی میگویی ها؟ با من سفسته نگو ببین کالتاکیلا زنده است کجا گم شد؟ ای دیوانه در کجا میگردی تو؟ ابله چرا به نامزدیان اومدی؟ من کارتاکیلا رو دستگیر کردن نتوانستم خرید او را دستگیر میکردم اما به شرف از دست ما گریخت. تو بیعقلی کدام کالتاکیلا است؟ کدام کالتاکیلا است؟ سیلین با اویلش رفتن نامزدی تمام. سردارم من گفتم که کار برای من اولین درجه است. کالتاکیلا را دستگیر میکنم گفتم دستگیر میکنم. چی؟ سیلین قهر کرده از اینجا برآمده رفت. سیلین جان! دیوانه لبای آقای اکرم کالتاکیلاس رو پیدا کردم. چی؟ حاضر از پسی او هستم من. گوش کن باوری داری که اوست؟ بله باوری دارم. تمام ادامه ده من میآیم. مرحمت آقای اکرم. خودم میرانم. بیتل اینجا بیا. بیتل باید به تو یک چیز رو بگویم از تو پنهان کردن نمیتوانم. اکاد زنده است بیتل. چی؟ بیتل بین من مطمئنم در حقیقت زنده است. ملیسا رو از ما پنهان کرده است. زهرا جان تو چی گفتنت رو خودت میفهمی؟ بیتل جان من اکاد رو دیدم او رو به آغوش کشیدم اما مثل که او مرا تماما نمیشناسد از پیشم رفته چون که او از من خفه است اما باور کو او زنده است. ملیسا رو به خاطر من از ما پنهان کرده است. زهرا در کجایی؟ چی کار کردی؟ گفتی میبینیم در راه هم برای واخوری نزدتان آمده ایستادم. ما نمیخوریم مگر؟ چی؟ به نزد ما آمده ایستادی؟ بله مادرت کمتر پیش زنگ زده بود واخوری آمده ایستادم. به تو نگفت مگر؟ نه احمد نیا اینجا التماس. چرا چی شده؟ احمد التماس با مکانی که دویم وا میخوردیم به لب ساحل رو من میآیم زودتر. میلیس مادرت چی؟ احمد التجا میکنم لطفاً عشقم حیاتم من میآیم زودتر. ملیس با کجا میروی؟ آخر احمد میآید. ملیس با من عشقم گفت. عشقم میگوید. ملیس ایست احمد میآید. اینجا چی که پس من هیچ چیزش رو نمیفهمم. در این دنیا تنها تو مرا تسلی میدهی میلیس. نباشد چی کار میکردم؟
کالتکیلا، ساقی سیاه، دامولازیا، احمد شمشیر ماهیتی ندارن هنگامی که تو در برم باشی. تو در برم باشی کافیست میلیس، دیگرش مهم نیست. در کجاست؟ ана калтакилас дар он ҷост оғои акрам. ناممکن است. оғои акрам, ман чӣ кор кунам? سلاحت را بده. تو را باور کرده به عائله‌ام قبول کردم. در حیاتم مهمترین شخص زهرا که برایم با قدر است به تو امانت دادم. به تو باور کرده بودم ولی تو حیاتم را محو کردی. باوری که به تو داشتیم محو کردی. بین حاضر باشد پیدا شدی. دیگر باره اجازت نمیدیم که مرا رنجانی. هرگز. وقتی که به اینجا می آمدم آدم های سپرا دست پسند. خدا نگهدار باشد. من در حیاتم عموما از هیچ چیز نمی ترسم. ترسیدم که تو را دوباره نمی بینم. میلیس، در این دنیا تنهایم. کسی ندارم. نه گذشته و نه آینده دارم. کی بودنم رو من نمیدانم. اما تو نزدم باشی خود رو تنها حس نمی کنم. چی میدونم؟ نمی ترسم. احمد، نزد تو باشم دلم با هیجان میلرزد. نمیدانم چرا، اما در نزد تو نمیترسم. احمد، مرا با تو بودن همیشه خوشم میآید. با تو یک جای راه رفتن، خندیدن و دیگر چیزها زیباست. همینش را فهمیدم که من بی تو بودن نمیتوانم. وقتی که حافظت به جایش آید باز مرا دوست می داشته باشی یا اینکه همه‌اش رو فهمیده مرا فراموش کرده به نزد زهرا می روی؟ احمد ها؟ حیف بر تو. احمد گفته مرا با کلتکی لس شناس می کرده ها؟ آدمی پست میلیس را هم گرفته است. من میکشم تو را، آدمی پست. احمد، من هم تو را دوست می‌دارم. زیا، باز تو
رو چه خیلی به من روا دیدی زیا. تو خودت کی هستی؟ تو چی؟ تو اینقدر دختری پس بوده ای. ایست مرا بین. دختری که من دوست می‌دارم کسی با او شپاتی زده نمیتواند فهمم. دختری که تو دوست می‌داری من هستم. من فهمیدی؟ تو کی هستی؟ کی؟ بسیار دوست می‌دارم. тамошобинони азиз, студияи Карон филм барои мухлисони филми ҳидоят як иқдоми некро пешниҳод мекунад. акнун шумо метавонед ки бо харидани фитаҳои аслии филми ҳидоят соҳиби тӯҳфаҳои арзанда гардед. фитаи аслии филми ҳидоят аз студияи Карон филм чунин муқова дорад. ҳангоме ки фитаи филми ҳидоятро харидорӣ мекунед, албатта ба рӯяш назар кунед. дар ин ҷо голограммаи студияи Карон филм ва рамзи махсус ҷойгир шудааст. иқдом ине ки студияи Карон филм ана ҳамин аст ки дар голограмма бозиҳои бурднок ҷойгир карда шудааст ва алалхусус дар рамзи махсус. акнун ман ба шумо нишон медиҳам ки чӣ тавр соҳиби тӯҳфаҳо ва бурдҳои молӣ мегардед. голограммаро як тангаро гирифта тоза мекунем. ана ҳамин хел оҳиста оҳиста рақамҳо намоён мешаванд. дар ин ҷо 3 рақам ҷойгир шудааст. агар 3 рақами якхела барояд шумо бурд мекунед, яъне ки агар 3 10 барояд 10 сомон бурд мекунед. 3 50 барояд 50 сомон то 500 сомон аст. 3 500 баромад 500 сомон бурд мекунед. ҳангоме ки ман тоза кардам 2 та 50 ва 1 то 5 баромад, яъне ки ман бурд накардам. акнун дигарашро тоза мекунам. фитаи аслӣ мегирем. хоб бубинед, дар ин ҷо ҳаст голограмма ва рақам А744, рақами рамзӣ. хоб тоза мекунам. бубинед, ана 3 та рақами 100 баромад, яъне ки ман бурд кардам 100 сомон. агар 3 адади 100 баромад ё 3 адади якхела, тариқи SMS дар телефони мобилии худ рақамчинӣ мекунед. аввал бурди голограмма рақами 100ро менависед, баъдан ҳарфу рақами рамзиро ва тариқи SMS паёмак ба рақами 985 055 055 равон мекунед. аз 3 то 50 сомонро мо дар сурати ҳисоби телефонатон мегузаронем. аз 100 то 500 сомонро пули нақд медиҳем. мана дар ин ҷо омадааст А744, боз меша 755, А701 ё ин ки 2000 фарқ надорад. боз ин ҷо мешавад иваз мешавад, б мешавад, с мешавад. хулас филмро ки тамошо кардед, фитаҳоро напартоед.
зеро боз бозии дуюм шуморо интизор аст. баъди ҳар 2 моҳ бозии бурдноки рамзҳо гузаронида мешавад. ҳамаи ҳамин рақамҳоро гирифта ба қутии махсус меандозем ва як тифлаки бегуноҳ аз даруни қутӣ якчанд рақамро берун мебарорад. рақами кашидаи тифл ба рақами фитаи касе мувофиқат кард, он гоҳ соҳиби тӯҳфаҳои арзанда мегардад. фитаҳои аслӣ ана ҳамин аст. ғайри инҳо ҳамааш дуздӣ ва халбакӣ ҳастанд. аз шумо хоҳиш мекунем ки ҳангоми харидорӣ кардани фитаҳо бисёр бодиққат бошед ки голограммаҳо тоза кардагӣ набошанд. шумо дар ҳолати харидорӣ дар ҳамон ҷо тафтиши голограмма, рамзи махсус ва диск нишон медиҳад ё намедиҳад бигзаронед. сарояндаи эстрадаи тоҷик баъд аз ҳаёту бевафоӣ барои саҳнаи ҳунар омад. бевафои ман будӣ азизу ҷони ман, нозанини ман. ҷаҳонгир албоми нави хешро пешкаш мекунад. нахустин албоми ҷаҳонгир ошиқам чунин ном гирифтааст. ман ошиқам, ошиқи туям, ошиқи чашмони банозам. ту биё эй нигоро, андаруни ин албом судҳои ошиқона, як ҷаҳон шодиву нишод ва садое ки наздик ба дилҳост. خیانت کردی و رفتی نمیبخشم تو را. ба наздикӣ нахустин албоми ҷаҳонгир дар сартосари тоҷикистон ба фурӯш мебарояд. дарёфти лаззати дилхоҳ на ҳамеша ба осонӣ даст медиҳад. ин мазза ва таъми хуб ҳатман чизеро дар қиёфа ва зеҳнатон иваз мекунад ва шумо наметавонед ки ин эҳсоси гувороро пинҳон кунед. аз чойи марал ҳаловат бар.